به دلیل مشکل‌های اقتصادی یه سری از جوانان نمیتوانن ازدواج کنن، یه سری دیگه هم دارن طلاق. من خیلی فکر کردم باید جدا شیم. بس کن دیگه، این چیه هر روز یاد گرفتی هی میگی؟ الان اول زندگیمونه، اگه جدا نشیم چند وقت دیگه خودت منو نفرین میکنی که چه زندگی مزخرفی برام ساختی. فکر کن تو این اوضاع یه طفل معصومم بیاد توی دنیا گرفتار شه. عزیزم مگه مقصر تویی که دلار شده 100,000 تومان، طلا و سکه داره اینجوری میره بالا، یه خونه و یه ماشین شده آرزوی همه جوونا. بابا درست میشه، من دارم میبینم که تو داری همه تلاشتو میکنی، مطمئنم یه روز خوب میاد. با همین جمله 30 سالگی هم رد کردیم. دیگه اصلا مهم نیست مقصر کیه، مهم اون جوونی ما بود که تباه شد. این کارو با خودمون نکن. خودت خوب میدونی که من تو رو اندازه تمام وجودم دوست دارم، اما مگه دوست داشتن نون میشه، سفره میشه؟ باید جدا شیم، چون هر روز که میگذره بیشتر شرمنده تو و دلم میشم.